سلام دوستان عزیز. امیدوارم حالتون عالی باشه. امروزم در کنار شما هستیم با یک سرگذشت واقعی دیگه. لطفاً قبل از هر چیزی برای حمایت از ما لایک رو فراموش نکنید. اگه بخوام خودم رو معرفی کنم باید بگم من کیانم. یه پسر تحتقاری خانواده، بچه یه دونه بابای سختگیر و مامان همیشه نگران. دانشجوی مهندسی عمرانم و سال 3 رو میگذروندم. از اونایی بودم که همیشه شاگرد اول کلاس بودم. حتی تو مدرسه هم همین بود. نمیدونم بگی مغرور بودم یا بیخیال، ولی واقعا سرم تو کار خودم بود. اهل لاس زدن و دافازی هم نبودم. دخترای دانشگاه مخصوصاً ورودی جدیدا خیلیاشون دنبال یه فرصت بودن که یه سلامی یه نگاهی رد و بدل کنیم. ولی خب من نمیخواستم پام بلغزه، چون میدونستم اینجور کارا باعث میشه دیگه نتونم یه مهندس خوب بشم. میدونی خیلی ها میگفتن کیان چرا با هیچ کس نمیپره؟ هم خوشگله، هم زرنگه، هم مؤدبه. شاید با خودتون بگین چقدر از خودت تعریف میکنی، ولی همه اینا عین واقعیت بود. ولی خب اصلا تو اینجور حال و هوا نبودم. دلم میخواست دنبال یه حس واقعی باشم. دنبال اون یکی که وقتی نگاهش میکنی انگار کل دنیات توی چشماشه. تا اینکه سارا اومد. آره، همون روزی که داشتم از دانشگاه میرسیدم خونه، دیدم وانت اسباب کشی جلوی خونه کناری پارکه. داشتم از کوچه رد می شدم که صدای یه بچه رو شنیدم. مواظب باش اون گلدون نشکنه آرمان. یه لحظه مکث کردم، نمیدونم چرا. ولی اون صدا، حتی صدای یه بچه، برام عجیب دلنشین بود. برگشتم و نگاه کردم و همونجا بود که دیدمش. یه زن که چه عرض کنم، یه فرشته. موهای بلوند، صورت مهربون و بدون آرایش و لباس خونگی. ولی نمیدونم چجوری بگم، یه جذبه ای داشت که تا مغز استخونم لرزید. با یه پسر بچه 5-6 ساله که شبیه خودش بود. یه لحظه نگاهمون توی هم گره خورد. لبخند زد و منم با هته پته فقط گفتم سلام، خوش اومدی. اونم گفت سلام، ممنونم، همسایه جدید هستم. گفتم خیلی خوش اومدین، اگه کاری داشتین به هم خبر بدین. گفت ممنونم از شما. خداحافظی کردم و رفتم تو خونه، ولی دلم بیرون بود، همونجا دم در. شبا دیگه کتابای عمران برام بیمزه شده بودن. با اینکه هنوزم توی کلاسا نفر اول بودم، ولی ذهنم همش پیش اون زن بود. اسمش رو نمیدونستم، فقط میدونستم بچه داره و تنهاست و از یه جای دیگه اومده. تا اینکه یه روز مامان گفت کیان، دیدی خونه کناری رو اجاره دادن؟ گفتم آره، دیروز اسباب کشی کردن. مامانم چشماشو ریز کرد و گفت شنیدم زن بیوه است، شوهرش نیستش، بچه هم داره، خدا به خیر کنه. گفتم خب مگه چی شده؟ آدم که تنها میشه زندگی تموم نمیشه که. مامانم یه نگاه معنیدار کرد. تو فقط سر درس و کتابات باش کیان جان. آره، ولی نمیتونستم دیگه. ذهنم همش با اون لبخنده بود، با اون نگاه مهربون. فرداش وقتی از دانشگاه می اومدم تو راه پله دیدمش. دست بچه‌شو گرفته بود و چند تا کیسه خریدم دست دیگش. فوری رفتم جلو و گفتن بذارید کمکتون کنم. اولش تعارف کرد، ولی بعد گفت مرسی، واقعا خیلی لطف میکنی. کیسه ها رو گرفتم و تا دم در واحدشون باهاش رفتم. همونجا بود که اسمش رو گفت. راستی من سارا هستم. منم یه لحظه خشکم زد. انگار یه آهنگ قشنگ توی گوشم زمزمه شد. گفتم منم کیانم، دانشجوی مهندسی. سارا خندید و گفت
با این تیپ و قیافت که از مهندس بیشتر شبیه بازیگرایی. اون لحظه دلم ریخت، نه به خاطر حرفش، به خاطر اون خندش، اون لبخند آرومی که همه پسر بودن منو ریخت به هم. نمیدونی دیگه چی شده بود. یه جور اعتیاد. هر روز سر ساعت 5:30 وقتی از دانشگاه می رسیدم یه لیوان آب دستم می گرفتم با یه کتاب. انگار خیلی خونسردم. ولی ته تهش فقط منتظر بودم یه صدا از خونه کناری بیاد. بعد یواشکی می زدم به خودم و پله ها رو آروم آروم می رفتم بالا. می رفتم پشت بوم. پشت بوم خونه ما یه نمای کامل داشت به حیاط کوچیک خونه سارا. همیشه خودش بود یا بچهش که تو حیاط بازی میکرد. گاهی لباس میشست، گاهی گلدونا رو آب میداد، ولی من فقط نگاهش میکردم. با یه حس عجیب، نه یه حس مریض یا از روی هوس. فقط یه حس پر از احترام و عشق خاموش بود. یه بار به خودم گفتم کیان نکن، آبروریزی میکنی، همسایه است. ولی توی دلم میگفتم تو فقط داری نگاه میکنی، داری از دور یه زن تنها رو تماشا میکنی که به زندگیش جون میده. گاهی با خودم فکر میکردم این زن با این همه ظرافت و نجابت چرا تنهاست؟ چرا یه مرد خوب تو زندگیش نیست؟ و دلم میخواست من اون مرد باشم. اما اون روز لعنتی که خورشید بدجوری نور میریخت رو پشت بوم، زندگی منو یه جور دیگه خط زد. مثل همیشه رفتم بالا و دستم یه ظرف تخمه بود. ادای بیخیالی رو در می آوردم که دیدم در حیاطش باز شد. سرینا اومد داخل. این بار با یه تیشرت سفید نازک و بدون روسری. موهاش، اون موهای طلایی خرمایی توی نور آفتاب انگار خودشون خورشید بودن. یه جوری می درخشیدن که نفسم بند اومد. یه لحظه خشکم زد. قلبم با کله افتاد تو دهنم. انگار زمان ایستاده بود. نفس نمی کشیدم. فقط نگاش می کردم که چطور یه گل رو از گلدونش جدا کرد و موهاش ریختن جلوی صورتش. اون لحظه نمیدونم چرا، ولی موبایلم رو یواشکی در آوردم و آروم از لای دیوار نصفه پشت بوم دکمه ضبط ویدیو رو زدم. آره، ازش فیلم گرفتم، فقط چند ثانیه، نه با نیت بد، فقط برای خودم، برای شبایی که دلم تنگ می شد، برای وقتایی که از تنهایی دیوونه می شدم. شب که شد همه خواب بودن. من تو تخت و چراغا خاموش. هندزفری تو گوشم بود ولی صدایی نبود. فقط همون فیلم، همون چند ثانیه که سارا وسط حیاط وایساده بود و موهاش توی باد و آفتاب توی صورتش جذابیت خاصی بهش داده بود. یه لبخند زد. انگار همون لحظه رو دیدم که رو به من لبخند میزنه. گفتم ایوان، کیان، تو بدجوری لو رفتی. ولی نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. من عاشق شده بودم. عاشق زنی که حتی نمیدونستم شبا چی تو دلش میگذره. ولی من شبهام فقط با نگاه به اون چند ثانیه فیلم میگذشت. اون روز مثل همیشه از دانشگاه برگشتم. خسته و کلافه، سرم پایین بود. ولی ته دلم یه حس عجیبی بود. نمیدونم چرا. دلم بیشتر از همیشه برای سارا تنگ شده بود. دلم میخواست فقط یه لحظه ببینمش. یه لبخند، یه نگاه. هنوز کلید ننداخته بودم تو در که صدای داد و بیداد شنیدم. نه یکی، 2 صدا. یه مرد و یه زن. صدا از خونه کناری می اومد. همون جایی که سارا زندگی می کرد. قلبم ریخت و سری در رو باز کردم و کیفم رو پرت کردم روی مبل. برگشتم بیرون. رفتم جلوی درشون، باز بود. صحنه‌ای که دیدم نابود شدم. صاحب خونه یه مرد بد اخلاق و عبوس با صدای بلند داشت داد میزد. خانوم 100 بار گفتم اجارت رو بده.
من که گدا نیستم هر روز بیام اینجا ازت پول بخوام. این چه وضعیه؟ سارا لاغرتر از همیشه با بچهش که گوشه دیوار چسبیده بود بهش داشت با بغض میگفت آقای دهقان فقط یه هفته دیگه به هم فرصت بدین. حقوقم میرسه و میدم بهتون. اون مرتی که با صدای خشن گفت نه بابا بس دیگه. الان وسایل تو میریزم بیرون تا حساب کار دستت بیاد. نمیدونم چی شد. فقط دیدم یه لحظه پاهام خود به خود حرکت کرد و پریدم وسط و گفتم بس دیگه آقا چی کار میکنی؟ این زن تنهاست. بچه داره. خجالت نمیکشی جلوی یه بچه اینجوری داد میزنی؟ صاحب خونه با عصبانیت برگشت سمتم و گفت تو دیگه کی هستی؟ به تو چه اصلا؟ گفتم من همسایه‌شم. از این به بعد اجاره این خونه رو خودم میدم. دیگه نمیخوام صدای این زن و بچه‌ش رو بشنوم و شما هم هر روز داد و بیداد کنی. همسایه ها کم کم جمع شده بودن. یکی از پیرزنای همسایه گفت آفرین پسرم، مردونگی هنوز نمرده. صاحب خونه با خشم گفت باشه، ولی از این به بعد با خودت طرفم. اگه یک قرون دیر بشه میریزم بیرون وسایلشو. گفتم باشه مشکلی نیست، فقط دست به وسایلش نمیزنی. سارا یه لحظه نگاهم کرد. اشک توی چشماش جمع شده بود و فقط گفت آقا کیان چرا این کارو کردین؟ شما که گفتم چیزی نگو. من نمیتونستم ببینم که باهات اینجوری رفتار میکنه. نتونستم. اون شب تموم شد ولی ماجرا تازه داشت شروع میشد. مامانم داشت برنجو میکشید. بابام اخبار گوش میداد. منم سرم پایین بود. سعی میکردم عادی رفتار کنم ولی ته قلبم آشوب بود. تا اینکه مامان گفت کیان امروز شنیدم جلوی خونه کناری با صاحب خونه سارا دعوا کردی. یهو قاشق از دستم افتاد. بابام صدای تلویزیون رو کم کرد و مامانم سرش رو چرخوند و زل زد بهم و گفت آخه پسر این چه کاریه؟ گفتم خب مامان من نمیتونستم ساکت باشم. مامان صداش رو بالا برد. به تو چه آخه پسر؟ اون زن اصلا به تو چه ربطی داره؟ مگه قیمشی؟ مگه فامیلشی؟ گفتم مامان انسانه، تنهاست، بچه داره. دیدم مرده میخواد وسایلشو بریزه تو کوچه، نمیتونستم نگاه کنم و رد بشم. مامان گفت نمیتونی نگاه کنی، پس فردا چی؟ میخوای بری نونم براش بخری، بچه‌شم بیار خونه ما بزرگ کنی. گفتم مامان دارم میگم فقط ازش دفاع کردم، نمیتونستم ببینم کسی یه زن تنها رو اینجوری تحقیر میکنه. مامان زد زیر گریه. گفت تو با آبروی ما بازی کردی کیان. از فردا همه میگن پسر فلانی عاشق یه زن بیوه شده، یه زنی که شوهرش معلوم نیست کجاست، بچه داره، انگار دختر تو این شهر قحط شده. من دیگه داشتم میسوختم ولی بازم با آرامش گفتم آبرو مامان، اگه اینو آبرو میدونی من نمیخوام اینجوری آبرو جمع کنم. تو اگه خودتم بودی یه نفر اینجوری به یه زن بی سرپرست و یه بچه زور میگفت کمکش میکردی. بابام گفت بس دیگه بذارین غذا بخوریم. ولی ته دلم میدونستم از اون لحظه به بعد دیگه هیچی مثل قبل نمیمونه و مامان هم بدجوری شک کرده بود. صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم. رفتم نشستم پای سیستم. پروژه محاسباتی که چند روز بود تمومش کرده بودم رو کامل آپلود کردم تو سایت. ولی بعدش سری رفتم سراغ اون پسر دکترا که همیشه ازم پروژه میخرید. پیام داد سلام مهندس، پروژه آماده است. اگه هنوز میخوای من فایل کاملش رو دارم. اونم سری جواب داد دقیقا منتظرت بودم. پول آماده است. همون کارت قبلی بریزم؟ گفتم آره مرسی داداش. نیم ساعت بعد پیام اومد. 5 میلیون تومان واریز شد. یه لبخند نشست روی لبم. رفتم پولو کشیدم، همه رو گذاشتم توی یه پاکت قهوه‌ای. نوشتم روش با خودکار فقط واسه آرامش تو. ظهر بود، نهار نخورده. رفتم دم در خونه سارا. زنگ در خونه‌شون رو زدم. صدای پاش رو شنیدم که اومد دم در. در که باز شد یه روسری نازک گلگلی سرش بود و چشماش انگار از دیشب تا حالا یه ذره خواب نرفته بودن. تا منو دید یه لبخند خسته زد.
سلام آقا کیان، خوبید؟ گفتم سلام. یه دقیقه وقت داری؟ گفت آره بیا تو، بچم داره نقاشی میکشه. رفتم داخل. حیاط کوچیکشون رو رد کردم و توی پذیرایی روی مبل نشستم. یکم مکث کردم. بعد پاکت رو از جیبم در آوردم و گرفتم طرفش. گفتم اینم مال توه. اجاره این ماه رو بده، خیالت راحت باشه. چشماش گرد شد و با تعجب گفت نه کیان، اصلا امکان نداره، من نمیتونم پول تو رو بردارم. گفتم سارا لج نکن، اگه ندی دوباره اون مرتی که میاد اینجا و وسایل تو میریزه تو کوچه. من فقط میخوام یکم خیالم راحت باشه. گفت نه ممنونم، خیلی ممنونم، ولی نمیتونم قبول کنم، خجالت میکشم به خدا. من که دیدم فایده نداره گفتم باشه، پس فکر کن قرضه. وقتی دستمزدتو گرفتی هر وقت شد قسطی بهم برگردون. قول میدم حتی یک بارم بهت یادآوری نکنم. تو این گیر و گیر یهو بچهش که داشت با ماژیک نقاشی میکشید پا شد و اومد سمتم. دست منو گرفت و گفت بابا، این آقا بابای جدیدمونه؟ اون لحظه انگار برق سفاز زد بهم. خشکم زد. یه لحظه فقط نگاهش کردم و دست کوچیکشو که توی دستم بود حس می کردم، ولی انگار روحم از بدنم جدا شده بود. سارا سرش رو انداخت پایین و آروم گفت ببخشید، بچه است دیگه، گاهی از این چیزا میگه. من هنوز حرفی نزده بودم، فقط چشمام پر شده بود از اشک. صدام بالاخره در اومد. نه عیبی نداره، فقط یه لحظه شوکه شدم. بچهش رفت سر جاش و دوباره با مداد رنگیاش مشغول شد. من پاکت رو گذاشتم روی میز و گفتم من میرم، ولی خواهش میکنم اینو قبول کن، به خاطر خودت، به خاطر اون بچه. از خونه که زدم بیرون حس کردم یه چیزی توی قلبم شروع کرد به زنده شدن. یه حس بزرگ، یه چیزی شبیه خانواده، شبیه پدر بودن، حتی اگه واقعی نبود. دیگه کارم شده بود سر زدم به سارا. با یه پاکت نون، یه ظرف غذا یا حتی پروژه الکی تو دستم می زدم بیرون از خونه و صاف می رفتم خونه کناری. در می زدم و خودش می اومد در رو باز می کرد. یه لبخند آروم، یه سلام گرم، یه چای کمرنگ و منم دیگه گم می شدم تو اون خونه. بچه‌شم کم کم بهم عادت کرده بود. اسمم رو نمی گفت، فقط صدا می زد میای بازی کنیم یا امروز با هم پازل بچینیم. سارا هم اولش سعی می کرد رسمی صحبت کنه، ولی خب هی بهونه آوردنای من و مهربونیای اون یواش یواش مرزها رو برداشت و یخش آب شد. یه بار گفت کیان، این رفت آمدای هر روزی خوب نیست، مردم دهن دارن حرف میزنن. گفتم خب بذار خسته بشن، آخرش که چی؟ آخه مگه ما چه گناهی کردیم؟ گفت تو گناهی نکردی، ولی من یه زن تنها با یه پسر جوون، اونم تو محله‌ای که همه چشم و گوششون دنبال حرف مردمه. اما من ولکن نبودم، هر روز به هر بهونه‌ای میرفتم. یه بار گفتم لپتاپت مشکل داره، ببین برات درستش کردم. یه بار دیگه بچه تب داره، این شربت از داروخونه گرفتم، خیلی خوبه. یه بارم هیچی، فقط اومدم ببینم حالت خوبه یا نه. همسایه ها اونا دیگه جوش آورده بودن. یکی از اون پیرزنای فضول محله، همونی که همیشه دم در نشسته بود و سبزی پاک میکرد، یواشکی به مامانم گفته بود خانوم، شنیدم پسرتون روزی 2 بار میره خونه سارا. وای مامانم، اون شب وقتی برگشتم دیدم با چشمای قرمز نشسته روی مبل و بابا هم ساکت نشسته بود کنارش. درو که بستم مامان گفت بشین. نشستم و با یه نگاه تیز گفت تا کی میخوای خودتو بزنی به اون راه کیان؟ گفتم مامان چی شده؟ داد زد ساکت شو، همه محل دارن پشت سرت حرف میزنن کیان، در مورد من، در مورد پدرت. گفتم خب بذار بزنن، مگه چی کار کردم؟ بابام با صدای بلند گفت پسری که هر روز بره خونه یه زن تنها انتظار داری مردم چی بگن در موردش؟ منم دیگه طاقت نیاوردم. گفتم اون زن فقط یه زن بیوه نیست، یه انسانه، یه آدمه که تنهای، بچه داره، زندگی داره. فقط یکم مهربونی خواستم بهش بدم، فقط یکم پشتیبانی.
مامانم اشکاش در اومد و گفت تو نمیفهمی کیان، ما آبرو داریم. تو الان داری خودتو میندازی تو چاهی که تهش معلوم نیست. اون زن داره فریبت میده. ولی من ساکت موندم و سرمو انداختم پایین و با صدای آروم گفتم آره شاید تهش معلوم نباشه مامان، ولی این بار اولین بار تو عمرم که ته یه چیزی روشن تر از خود زندگیمه. همون شب تا خود صبح توی اتاقم قدم زدم. یه طرف عشق، یه طرفم حرف مردم و خانواده، یه طرفم صدای سارا که آروم میگفت کیان نذار دوباره دلم بلرزه. یعنی از صبح یه حال عجیبی داشتم، دلشوره. نمیدونم، هی تو ذهنم میچرخید که وقتشه امروز بهش بگم. دیگه نمیخوام پنهونی دوستش داشته باشم. میخوام بگم هر چی که شد من کنارشم. رفتم شیرینی فروشی سر خیابون، یه جعبه شیرینی خامه‌ای خوشگل گرفتم. بعدش هم زدم تو گل فروشی و به طرف گفتم داداش یه دسته گل خاص میخوام، نه خیلی عشقولانه نه رسمی، یه چیزی که بگه من هستم ولی محترمانه. اونم یه دسته گل صورتی و سفید قشنگ پیچید و داد دستم. گل و شیرینی رو گرفتم و زدم بیرون. بارونم گرفته بود، نه اونقدر شدید، ولی از اون بارونا که انگار آسمونم دلش گرفته. رفتم سمت خونشون، زنگ زدم، صدای در اومد باز شد. خودش اومد دم در. یه مانتوی سرمه‌ای پوشیده بود با یه شال خاکی رنگ، بدون آرایش ولی با اون چشمای خسته قشنگ همیشگی. تا چشمش به گل و شیرینی افتاد یه لحظه خشکش زد. گفت سلام، چی شده کیان؟ گفتم سلام، میشه بیام تو؟ یه حرفی دارم، فقط گوش بده. یکم مکث کرد و در رو تا ته باز کرد و گفت بیا، ولی بچه خوابه، سعی کن آروم حرف بزنی. رفتم تو، جعبه شیرینی رو گذاشتم روی میز و گل رو گرفتم سمتش. گفتم برای توی، چون تو از اون زنایی هستی که هر روز باید گل بگیرن. یه لحظه نگاهم کرد و گفت کیان نکن این کارا رو. نشستم روی مبل و نفس عمیقی کشیدم و گفتم سارا ببین، من از همون روز اولی که دیدمت یه چیزی ته دلم وول خورد. اوایل فکر میکردم یه هوس زود گذره، ولی بعد هر بار که دیدمت، هر بار که حرف زدیم، وقتی بچه‌تو گرفتم، وقتی گفتی خسته ای، دلم میخواست برات یه کاری کنم. من عاشقت شدم، بدون ادا، بدون فیلم، یه عشق ساده و واقعی. همون جوری که داشتم حرف میزدم آروم نشسته بود و گل توی دستش بود ولی نگاهش پایین بود. حرفم که تموم شد یه سکوت سنگین افتاد. بعد آروم گفت کیان تو پسر خیلی خوبی هستی، خیلی، ولی لطفاً دیگه اینجا نیا، نمیخوام ببینمت. همون لحظه حس کردم یکی با بیل کوبید تو سرم. گفتم چی گفتی؟ گفتم نیا، دیگه نیا کیان، این راه به جایی نمیرسه. تو یه جوونی، آینده داری، خانواده‌تو داری، من کیم؟ یه زن تنها با یه بچه، با یه گذشته که هیچ کدوممون نمیدونیم چی بوده. صدام گرفت ولی به زور گفتم سارا تو نمیفهمی، من این حرفا برام مهم نیست، تو برام مهمی، خودت، دلت، اون بچت که صدای خندش از صدای کل دنیا برام قشنگ تره. گل رو گذاشت کنار و گفت دقیقاً همیناشه که منو میترسونه. تو زیادی خوبی برای من بلد نیستم آدمای خوب رو نگه دارم. نمیخوام آخرش یه روز تو هم پشیمون بشی. گفتم من هیچ وقت پشیمون نمیشم، قسم میخورم. گفت قسم نخور کیان، تو نمیدونی من چی کشیدم. من تو شبهایی که گریه میکردم کسی نبود پیشم. تو الان دلت میسوزه ولی چند سال دیگه ممکنه دلت برای خودت بسوزه که چرا افتادی دنبال یه زن تنها مثل من. اون شب با جعبه شیرینی نصفه، با گل دست نخورده و با دل له شده از خونه‌اش زدم بیرون. بارون داشت تندتر می اومد ولی دلم بیشتر از بارون می بارید. همونجا توی کوچه زیر بارون وایساده بودم و فقط یه جمله توی گوشم تکرار می شد. دیگه نیا، نمیخوام ببینمت. اونم با جدیت. هرچی التماسشو کردم، هرچی بهش گفتم یه فرصت بهم بده، گفت نه کیان، دیگه نمیخوام ببینمت. حتی میخوام
با همسر سابقم دوباره زندگیم رو به خاطر بچه‌م شروع کنم. از اون شب لعنتی که با دل خالی و گل پژمرده برگشتم خونه 3 روز گذشت. نه غذا می‌خوردم، نه حوصله حرف زدن داشتم، نه با بچه‌های دانشگاه می‌خندیدم، نه حتی تونستم تمرکز کنم روی اون پروژه مهمی که استاد تهدید کرده بود نمره رو کامل بهم نمیده. مامانم هی غر میزد کیان این چه وضعشه، انگار روح شدی پسر، جمع کن خودتو. ولی من فقط یه جمله توی سرم تکرار میشد، دیگه نیا، نمیخوام ببینمت. 3 روز بعد صبح جمعه داشتم بی حال از خونه میزدم بیرون. فقط میخواستم یه دور توی کوچه بزنم، یه نونوایی برم، شاید یکم از اون دلگرفتگی در بیام. که دیدم خاله اسمت، همون پیرزن سبزی پایکن محله، جلومو گرفت. یه نیشخند زد و گفت کیان جان، شنیدی سارا داره اسباب کشی میکنه؟ صبح دیدم یه والد آوردن و کارتون بردن. خشکم زد و گفتم چی گفتین خاله؟ گفت میگم داره میره دیگه مادر، مثل این که گفته نمیخواد دیگه اینجا بمونه. آره جونم، اگه بد نمیگم از وقتی که اون شب اون شیرینی رو بردی براش خیلی پریشون شده بود. دیگه صبر نکردم، با دمپایی برگشتم خونه و لباس عوض کردم و دویدم تا دم خونش. تا رسیدم از توی کوچه دیدم در خونش بازه و یه والد جلوی در پارکه و 2 تا کارگر دارن یخچال و کارتون میبرن بالا تو ماشین. نفس زنان دویدم تا دم در. سارا از توی حیاط اومد بیرون. یه مانتوی کرم پوشیده بود و موهاشو کامل زیر شالش قایم کرده بود، ولی نگاهش دلمو تیکه تیکه کرد. گفتم داری میری؟ یه لحظه نگاهم کرد، مکث کرد و آروم گفت کیان. گفتم نیا دیگه، چرا آمدی؟ گفتم سارا چرا یهو؟ یعنی حتی یه خدافزی، یه توضیح، یه حرفم نداشتی؟ اومد جلوتر، چشماش پر از اشک بود ولی هنوز داشت قوی تظاهر میکرد. گفت کیان، من آدم تو نیستم. نه به خاطر اینکه تو آدم بدی، نه، چون تو زیادی خوبی و من نمیخوام تو رو هم خراب کنم. گفتم خراب چی؟ آخه مگه با چی کار کردیم؟ فقط حرف زدیم، خندیدیم، فقط یه دل به هم دادیم، این جرمه؟ گفت برای یه زن تنها حتی خندیدنم گناهه. حتی یه نگاه قشنگ واسه یه زن مثل من میتونه بهش تهمت باشه. اشک توی چشمام جمع شد و گلوم خشک شده بود. دوباره گفتم من برام مهم نیست مردم چی میگن، من فقط تو برام مهمی، تو و اون فسقلی خوش خندت. ولی سارا دیگه داشت میرفت. نگاه آخرش هم غم بود، هم ترس، هم دوست داشتن. یه لحظه بچهش دوید بیرون، منو دید و دوید سمتم و دستمو گرفت و گفت ما داریم کجا میریم بابا؟ دیگه همون لحظه تموم شدم و خشک شدم. سارا خم شد و بچه رو گرفت و یه قطره اشک از گوشه چشماش چکید پایین و گفت بریم عزیزم، دیر میشه، و رفت. از کنارم رد شد مثل یه باد که بوی دلتنگی میاره و فقط رد میشه. رفت بدون برگشتن، بدون خداحافظی. از اون روزی که رفت یه خلأ توی زندگیم افتاد که فقط خودم میدونستم چقدر داره خفم میکنه. نه دیگه اون پشت بوم معنا داشت، نه اون کوچه، نه حتی خود خونه. هر بار که پامو میذاشتم تو حیاط ناخودآگاه چشمم به سمت در خونشون میرفت، ولی اون در بسته مونده بود. اون پنجره ها دیگه باز نمی شدن. گذشت 3 ماه گذشت. تو این مدت خودمو با هر چیزی سرگرم کردم. کلاس، پروژه، حتی یه کار پاره وقت توی کتابخونه دانشگاه. همه فکر میکردن خوبم. میخندیدم، شوخی میکردم، ولی ته دلم یه چیزی کم بود. اونم نه کوچیک. یه حس عجیبی که نه میرفتش نه عادت میشد. تا اینکه یه روز توی دانشگاه یکی از استادا اومد و گفت بچه‌ها قرار هفته بعد یه مراسم خیریه برگزار بشه توی سالن همایش دانشگاه. کسانی که میخوان داوطلبانه کمک کنن اسم بنویسن. منم چون خسته بودم از فکر و خیال گفتم باشه بابا، بذار برم، شاید یکم حالم عوض بشه. روز مراسم رسید. همه با لباس مرتب و رسمی و کلی آدم غریبه و آشنا توی سالن بودیم. یه سریا غرفه زده بودن.
یکی خوراکی میفروخت، یکی صنایع دستی، یه طرف هم یه میز چیده بودن که زنای سرپرست خانوار کارای دستیشون رو آورده بودن برای حمایت. رفتم اون سمت. چشمم به یه غرفه افتاد. یه خانوم با یه چادر نازک پشت میز نشسته بود. موهاش یه ذره از شالش بیرون زده بود و داشت با بچه‌ای که کنارش نشسته بود حرف میزد. از دور فقط سایه‌اش رو دیدم. اولش دلم یه جوری شد ولی باورم نمیشد. گفتم محاله. اما همین که نزدیکتر شدم بچه برگشت. با اون قیافه آشناش، با اون چشمای شیطونش و اون لحظه اون زنم برگشت سمتش. خون تو تنم یخ زد. خودش بود. سارا. داشت باهاش آروم صحبت میکرد که بچهش چیزی رو روی زمین نندازه. ولی وقتی برگشت و چشم تو چشم شدیم یه لحظه زمان ایستاد. نه اون حرفی زد نه من. فقط زل زدیم به هم. یه چند ثانیه که بیشتر از هر کتابی حرف داشت. رفتم سمتش و لبخند زدم. با اینکه دلم داشت میلرزید گفتم سلام. بالاخره پیدات کردم. دستش لرزید ولی سعی کرد لبخند بزنه. گفت سلام کیان، فکر نمی کردم اینجا ببینمت. گفتم منم فکر نمی کردم ولی خب انگار دنیا هنوزم یه چیزایی داره. بچهش با اون صدای با مزش گفت عمو کیان توی تلویزیونمون پیدات نبود. مامان گفت گم شدی. من و سارا جفتمون خندمون گرفت ولی پشت اون خنده یه حس دلتنگی بود که فقط خودمون میفهمیدیم. سارا آروم گفت فقط اومدم کمک کنم. نه کار دارم نه خونه درست و حسابی. از وقتی رفتم 1000 جا رفتم هیچ جا برام امن نبود. اما حالا یکم آرومترم. گفتم منم هنوزم همون کیان، همون پسر بیعقلی که عاشق یه زن باوقار و قوی شد، همونی که حاضر واسه تو دوباره بجنگه اگه خودت بخوای. نگاهم کرد. چشماش پر شد. خواست حرفی بزنه ولی صدای بلندگو بلند شد که خانم کاظمی لطفاً تشریف بیاری سمت غرفه اصلی برای تحویل مدارک. یه نگاه انداخت بهم و آروم گفت باید برم ولی اگه هنوز سر حرفات هستی شاید وقتشه یک بار دیگه فکر کنم. لبخندی زدم و گفتم منتظرتم. این بار نه دم خونت نه پشتمون، توی خود دلت. و اون رفت و با یه امیدی من برگشتم. شمارش رو گرفتم و هنوز نمیدونستم باید چی کار کنم. بعد از اون شب که توی سالن دیدمش و دلگرم شدم تصمیم گرفتم یه کار درست بکنم. دیگه بس بود پنهونی و مخفی کاری. باید مستقیم میرفتم خونش، حرفمو میزدم و میگفتم من عاشق سارا هستم و میخوام باهاش ازدواج کنم. یه روز صبح بعد از اینکه از دانشگاه برگشتم با خودم گفتم باید شروع کنم. باید آدرسش رو بگیرم. رفتم پیش یکی از همسایه ها که با سارا دوست بود. آروم پرسیدم آدرس دقیقش رو بهم داد. بعدشم رفتم خونمون. روبروی مامان و بابا نشستم و با صدای جدی و مصمم گفتم بابا مامان من تصمیم گرفتم برم خواستگاری سارا. یه لحظه سکوت کردم. بعد مامان با اخم گفت چی؟ جدی داری میگی؟ اون زن بیوه هست. یه بچه داره. گذشتش معلوم نیست پسر. فکر کردی ما راحت قبول میکنیم؟ بابا سرشو تکون داد و گفت کیان نمیخوای به فکر آیندت باشی؟ تو عقل نداری؟ خانواده آبرو زندگی اینجور کارا فقط مشکل درست میکنه. ما نمیتونیم پس فردا تو چشمای فامیلا نگاه کنیم و بگیم پسرمون رفته اینجور زنی رو گرفته. منم سعی کردم آروم و محترمانه جواب بدم. مامان بابا من اینطوری نیستم که دنبال درد سر باشم. فقط دلم باهاشه. با اینکه شرایط سخت شده ولی من عاشق شدم. نمیتونم بی خیال بشم. مامان گفت دخترای خوب اینجوری نیستن. اینجوری زندگی نمیکنن. اونا دنبال پسرایی هستن که آینده داشته باشن. نه یه پسر که دلشو گم کرده تو دنیای یه زن تنها. اون داره فریبت میده کیان از خداش یه آدم کم عقل مثل تو پیدا کنه. و بعد یه دعوای حسابی راه افتاد. داد و فریاد، حرفای تند و تیز، حتی چند تا ناسزا هم رد و بدل شد. بابام گفت اگه به حرف من گوش نکنی دیگه اینجا نیا و من زیر بار نمیرم. منم داد زدم من زندگی خودمو دارم. نمیخوام همیشه به حرف شما زندگی کنم. اون روز دلخور و خسته با کلی بغض توی قلبم رفتم بیرون.
ولی یه چیز رو خوب میدونستم. هر چی شده من نمیتونم دیگه عشقم رو کنار بذارم. اینجا فقط شروع یه جنگ بزرگ بود. جنگ بین قلبم و خانوادم. بعد از اون دعوا رفتم تو اتاقم. در رو بستم و نشستم لب تخت. نه گوشیمو نگاه کردم، نه حتی صدای مامان رو که از پشت در داد میزد و میگفت دیگه خودتو واسه یه زن خراب و هرزه کوچیک نکن. فقط زل زده بودم به یه نقطه. 1 ساعت بعد آروم بلند شدم و وسایلم رو جمع کردم. نه کل وسایل، فقط یه کیف کوچیک و چند تا لباس و لپتاپ و کتابام رو. اومدم بیرون از اتاق. مامان تا منو با کیف دید داد زد کجا میری؟ گفتم میرم. نمیخوام بی احترامی کنم، ولی تا وقتی با من اینجوری برخورد میکنید نمیخوام زیر یه سقف باشم باهاتون. بابا یه لحظه جا خورد و گفت باورم نمیشه. تو پسر منی؟ واسه یه زن بچه دار خودتو اینجوری گول میزنی و ما رو میخوای تنها بذاری؟ یعنی عقل تو پسر بردن؟ آخه اون دختر چی داره که دست ازش نمیکشی؟ تو هر جا که اراده کنی، هر جا که بگی بهترین دختر رو بهت میدن. برگشتم و نگاهش کردم و گفتم من فقط سارا رو دوست دارم. شاید شما ظاهر رو در نظر بگیرید، اما من قلبش رو دیدم و در رو بستم و رفتم. نه اینکه دلم نخواد بمونم، ولی اون خونه دیگه خونه من نبود. رفتم پیش دوستم نیما، هم دانشگاهیم. یه اتاق کوچیک اجاره کرده بود. گفتم چند شب بمونم اوکی؟ اونم گفت این چه حرفیه داداش، تا هر وقت بخوای بمونی اینجا خونه خودته. فرداش رفتم دم خونه سارا. دستام میلرزیدن، قلبم داشت میزد بیرون. زنگ زدم و در باز شد و سارا وقتی منو دید با تعجب گفت کیان اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ حالت خوبه؟ گفتم سارا من خونه رو ول کردم، خانوادم رو رها کردم، نمیتونستم ازت بگذرم. چشماش گرد شد و در رو کامل باز کرد و گفت مطمئنی اومدی اینجا؟ گفتم نمیدونم، فقط میدونم جایی که تو نباشی خونه نیست. میخواستم بدونی که از تو نمیگذرم. سارا بغض کرده بود. یه لحظه بچهش دوید و اومد و گفت کیان بمون اینجا. اون لحظه به خدا قسم دلم آب شد. سارا نگاهم کرد و اشکاش پایین اومد، ولی لبخند زد و گفت بیا تو، این راه آسون نیست کیان، مطمئنی؟ دستشو گرفتم و گفتم هیچی آسون نیست، ولی تو که باشی میارزه به همه سختیا. اون شب توی خونه سارا هیچ کدوممون خوابمون نبرد. بچهش که خوابید نشستیم روی مبل روبروی هم. زانوهاشو گرفته بود و زل زده بود به لیوان چاییش که دیگه سرد شده بود. منم همونطور دستام توی هم گره کرده بودم و هر چند دقیقه یک بار نگاهش میکردم و چیزی نمیگفتم. اول اون سکوت رو شکست و گفت میدونی داری چی کار میکنی کیان؟ خانوادت و آرامشت و همه چی رو گذاشتی پشت سر فقط واسه من؟ سرم رو انداختم پایین و گفتم نه فقط واسه تو، واسه خودم هم هست، واسه این که از خودم شرمنده نباشم، واسه این که یه روز به بچه‌مون بگم پدرش واسه عشقش جنگید. یه لحظه مکث کرد و گفت بچه‌مون؟ لبخند زدم و گفتم آره دیگه، بالاخره اگه قرار باشه یه روز من و تو. سری حرفم رو قطع کرد و گفت صبر کن کیان، من هنوز طلاقم قطعی نشده. شوهر سابقم گاهی پیداش میشه، گاهی ناپدید میشه. هنوز نمیدونم تموم شده یا نه. گفتم میدونم، واسه همین نمیخوام چیزی رو بهت تحمیل کنم. فقط میخوام اینو بدونی که من تنهات نمیذارم تا هر وقت که تو بخوای. یه قطره اشک از گوشه چشمش چکید پایین و گفت هیچ کس تا حالا اینجوری با هم حرف نزده. آروم رفتم جلو و نشستم کنارش. دستم رو گذاشتم روی دستش و گفتم عزیزم تو نگران هیچ چی نباش، من کنارتم با همه سختی‌ها. اون شب فقط حرف زدیم از گذشته هامون، از خاطره های تلخ، از آرزوهای کوچیکی که قورت داده بودیم و روشون خاک نشسته بود. از اون شب به بعد تو همون خونه موندم، نه به عنوان یه عاشق، نه به عنوان یه مرد،
فقط به عنوان یه پناه. صبحها با هم صبحونه میخوردیم. بچهش کنارمون بود. سارا ظرف میشست، من لباس پهن میکردم، گاهیم با نیما تماس میگرفتم که خیالش راحت باشه. یه شب وقتی بچهش خواب بود، سارا یه چیزی گفت که هیچ وقت فراموش نمیکنم. گفت میدونی کیان، من فکر میکردم تموم شده. فکر میکردم بعد از اون آدم دیگه نمیتونم کسی رو راه بدم تو دلم. ولی تو، حرفش نصفه موند، اما لازم نبود تمومش کنه. نگاه هم کرد، یه نگاه پر از حرف. منم فقط گفتم منم به خاطر تو نیومدم، من به خاطر ما موندم. 2 هفته بعد یه ظهر که داشتم از بقالی برمیگشتم، دیدم سارا نشسته کنار تلفن، رنگش پریده. گفتم چی شده؟ گفت اون زنگ زده، شوهر سابقم، گفته میخواد بچه رو ببینه، گفته اگه نذارم میره دادگاه، هر کاری میکنه تا بچه رو ازم بگیره. اون لحظه یه حس عجیبی توی وجودم پیچید، یه خشم پنهون، یه ترس عمیق. آروم کنارش نشستم و گفتم من کنارتم، نمیذارم کسی ازت چیزی بگیره، مخصوصا بچه تو. ولی ته دلم آشوب بود. فرداش با یه وکیل مشورت کردیم. به هم گفتن چون اون مرد غیبت طولانی داشته، سوء سابقه هم داره، احتمال گرفتن حضانت خیلی کمه. اما تهدیداش تموم نمیشد. پیام میداد، زنگ میزد، حتی یه بار اومد جلوی در خونه و سارا رو تهدید کرد. اون شب بعد از دعوای بعدی که سارا باهاش کرد، برگشت تو خونه و گفت کیان، من دیگه نمیتونم اینجوری زندگی کنم. یا باید بریم یه جای دیگه یا همه چیز تموم شه. منم بدون فکر گفتم پس میریم، حتی اگه ته دنیا باشه، من و تو و بچت. اون شب وسایلمون رو جمع کردیم و 3 تایی یک کیف برای هر کدوم برداشتیم و شبانه از اون خونه زدیم بیرون. و 3 ماه گذشته بود. توی یه شهر کوچیک بودیم، دور از همه، دور از گذشته. من کار گرفتم توی یه کتاب فروشی. سارا هم توی خیاطی کار میکرد و بچه‌ش هم میرفت پیش دبستانی. و هر شب وقتی چراغ خونمون روشن میشد، وقتی 3 تایی می نشستیم دور یه سفره کوچیک، توی دلم میگفتم هر چی از دست دادم ارزشش رو داشت، چون حالا دارمش، چون حالا اینجا کنار اونا هستم. توی این مدت هر سختی که فکرشو بکنی کشیدیم، ولی تهش رسیدیم به یه آرامش کوچیک. من توی اتاق بالای مغازه کتاب فروشی گرفتم و همونجا زندگی می کردیم. صبحها سارا میرفت خیاطی و منم عصرا تو مغازه بودم و شب 3 تایی کنار هم بودیم. تا اینکه یه روز توی همون اتاق کوچیک وقتی داشتم با بچه سارا بازی می کردم، یه دفعه سارا گفت کیان، اگه بخوای عقد کنیم بدون حضور مادر و پدرتو، بدون خانواده من، فقط یه خطبه و یه بله مشکلی نداری؟ با تعجب نگاهش کردم و گفتم یعنی چی؟ لبخندش تلخ بود و گفت یعنی دیگه دلم نمیخواد منتظر باشم تا کسی قبولمون کنه. دلم میخواد یه روز مثل همه آدما وقتی دست بچه‌مو میگیرم بتونم بگم این شوهرمه، نه یه دوست، نه یه پناهگاه، نه یه غریبه‌ای که با هم زندگی میکنه. یه لحظه ساکت شدم و بعد رفتم سمتش و گفتم سارا، من از اون روزی که در خونه تو رو زدم شوهر تو بودم. فقط مونده بود اون یه خطبه و یه بله که گفتی. سارا لبخند زد، یه لبخند واقعی از ته دل. 1 هفته بعد همه چیز آماده شد. نه تالاری بود، نه مهمونی، نه لباس سفید بلند. یه سفره ساده و یه عاقد که یکی از همکارای من معرفی کرده بود و 2 تا شاهد که از بچه‌های کتاب فروشی بودن. اون روز آفتاب وسط آسمون بود. اتاقمون رو تمیز کرده بودیم. یه پارچه سفید انداخته بودیم روی فرش و یه سینی گذاشته بودیم که توش قرآن بود و یه آینه کوچیک و چند تا شیرینی خونگی که سارا خودش درست کرده بود. بچه‌ش هم کنارمون نشسته بود و با ذوق نگاه میکرد و هی میپرسید مامان الان بله میگی، بلش چطوریه؟ بلنده یا آروم؟ هممون میخندیدیم.
عاقد رسید. یه مرد آروم و خوش اخلاق بود. مدارک رو گرفت و نشوند ما رو روبروی هم و شروع کرد به خوندن خطبه. همه چیز آروم بود. همه چیز داشت درست پیش می رفت. تا اینکه درست همون لحظه ای که عاقد گفت سرکار خانم سارا آیا وکیلم، صدای محکمی از پشت در اومد. کسی در رو محکم کوبید. 3 ضربه بلند و عصبی. همه ساکت شدیم. من بلند شدم و رفتم سمت در رو باز کردم. یخ کردم. خودش بود، شوهر سابق سارا، ساسان. با همون قد بلند، با اون چشمای خشمگین، ولی این بار یه برگه توی دستش بود. یه برگه از دادگاه. گفت خب چه خبر اینجا، جشن گرفتین؟ چرا منو دعوت نکردین؟ با اخم گفتم تو اینجا چی میخوای؟ صاف اومد تو. برگر رو پرت کرد روی زمین و نگاه کرد تو چشم سارا و گفت تو هنوز زن منی. اینم مدرک رسمی. هنوز طلاقمون ثبت قانونی نشده. چطوری میتونی عقد جدید بخونی؟ باطل و غیر قانونیه. تا وقتی اسم من توی شناسنامته کسی نمیتونه تو رو ببره. سارا رنگش پرید و به عاقد نگاه کرد و به منم نگاه کرد. من سری رفتم جلو و دست ساسان رو گرفتم و گفتم داری با زن و بچه‌ای که ولشون کردی اینجوری حرف میزنی؟ لبخند مسخره‌ای زد و گفت بچه منو گرفتی، زنمو گرفتی، الانم میخوای سند ازدواجو بزنی به اسمت به همین راحتی؟ سارا گفت تو 1 سال پیدات نیست، 1 سال خرج ما رو ندادی، حتی 1 بار نیومدی حال بچه‌تو بپرسی. حالا پیدات شده فقط واسه اینکه عقد منو خراب کنی؟ ساسان خندید و گفت من بچه‌مو میخوام، حضانتشو. تازه وکیل گرفتم، پیگیری میکنم و تو اگه با این پسر عقد کنی میکشونمتون دادگاه. دلم نمیخواد بچه‌م زیر دست این بزرگ بشه. گفتم هر جا که میخوای ببر. من پای سارا وای میستم ولی اجازه نمیدم این عقد رو خراب کنی. عاقد که گیج شده بود آروم گفت ببخشید ولی تا وقتی طلاق قانونی ثبت نشده باشه نمیتونم خطبه رو جاری کنم. خلاف قانون و شرع. سارا به گریه افتاد و نشست روی زمین. سرشو گرفت تو دستشو. بچهش اومد کنارشو گفت مامان چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ اون لحظه به خدا دنیا رو گذاشتم رو زمین. رفتم کنار سارا و گفتم ما صبر میکنیم. هر چقدر که طول بکشه ولی یه روز این عقد رو با دست خودم از خدا میگیرم. فقط الان نذار این آدم اشکاتو ببینه. ساسان پوزخندی زد و چیزی نگفت و نگاه تندی انداخت و از خونه رفت بیرون. ما موندیم و یه سفره به هم ریخته و یه بغض نصفه. ولی تو همون لحظه من دست سارا رو گرفتم و گفتم خطبه نخونده شد ولی من تو دلم بهت بله دادم 100 بار. و سارا آروم گفت منم بهت بله دادم. حتی توی سکوت. 2 روز از اون اتفاق گذشته بود. هممون ساکت بودیم. خونه سوت و کور. نه صدای خنده‌ای، نه موسیقی، نه حتی اون بازی‌های بچگونه کوچولوش. من داشتم تو آشپزخونه ظرف می‌شستم که سارا اومد. آروم، بی صدا. اما از چشماش معلوم بود یه چیزی هست. یه چیز سنگین که داره خفش میکنه. اومد نشست و گفت کیان باید یه چیزی بهت بگم ولی نمیخوام قضاوتم کنی. دستم از توی ظرف کشیدم بیرون کشیدم و نشستم کنارش. گفتن چی شده سارا؟ یه نفس عمیق کشید و نگاهشو دوخت به زمین و گفت امروز با ساسان حرف زدم. یهو قلبم ریخت. گفتم چی؟ برای چی؟ آروم گفت واسه بچه، واسه حضانت. گفت اگه طلاقم قطعی بشه و تو بخوای با هم ازدواج کنی هر چی در توانش باشه میذاره تا بچه رو ازم بگیره. گفت پشیمون نیست ولی میخواد حق بچه‌شو بگیره. حرفشو قطع کردم و گفتم اون پشیمون نیست، اون فقط میخواد نابودت کنه، تو رو اذیت کنه. اون بچه رو نه به خاطر عشقش میخواد، فقط واسه فشار روی تو میخواد. اشک توی چشماش جمع شد و گفت میدونم ولی نمیتونم ریسک کنم کیان. اون بچه همه چیه منه. یه لحظه نبودنش رو نمیتونم تصور کنم. دستش رو گرفتم و گفتم خب با وکیل صحبت کنیم. قانون پشت توه. نه اون هیچ کدوم از تهدیداش قانونی نیستن. سارا بلند شد و رفت سمت پنجره و رو به بیرون گفت قانون همیشه با زنی مثل من مهربون نیست. مخصوصا وقتی یه مرد با پول و نفوذ و دروغ
خودش رو یه پدر دلسوز نشون میده. اون بلده چطور خودش رو خوب جلوه بده. من فقط یه زن تنهام با یه بچه بی پناه. چند لحظه ساکت شدم. بعد آروم برگشت و نگاهم کرد و گفت میخوام برگردم پیش ساسان. فقط یه مدت تا وقتی که حضانت بچه قطعی بشه. یخ زدم. انگار یکی لگد محکم زد وسط قلبم. گفتم چی گفتی؟ یعنی میخوای برگردی پیش اون؟ اون همه بلایی که سرت آورد یادت رفته؟ اشکاش ریخت ولی با صدای بغض‌دار گفت یادم نرفته. هیچی یادم نرفته. ولی الان مادر بودن از زن بودن مهمتره برام. اگه من نرم، اگه لج کنم، اگه بخوام فقط با قلبم جلو برم، ممکنه بچم رو از دست بدم. من بدون اون نمیتونم. بلند شدم و چند قدم رفتم عقب. نمیتونستم باور کنم. گفتم یعنی منو ول میکنی؟ یعنی عشقمون؟ اون همه روز و شب، اون همه قول و قرار هیچی؟ آروم اومد سمتم و دستمو گرفت و گفت تو همه چیزی برام. ولی اگه الان کاری نکنم دیگه حتی خودمم نیستم. فقط تا وقتی حضانت بچه قطعی شه، فقط واسه اون. گفتم ولی اون پسره اگه تو برگردی ولت نمیکنه. میفهمی چی میگی؟ میخوای با اون زندگی کنی تو همون خونه؟ سکوت کرد و چشماشو بست و گفت هر شب تو دلم فقط تویی. حتی اگه توی اون خونه باشم، اگه یه روزی برگشتم، اگه یه روزی دست بچه‌مو گرفتم و اومدم سمتت، خواهش میکنم منتظرم باش. فقط اون موقع نگو دیر اومدی. هیچی نگفتم و نگاهش کردم و اون با اشک از در رفت بیرون. من موندم و یه خونه خالی، یه سفره سرد و یه بله‌ای که هیچ وقت گفته نشد. از وقتی که سارا رفت یه سکوت سنگین افتاد روی زندگی. نه دیگه کتاب فروشی برام رنگی داشت، نه اون اتاق کوچیکمون. صبح که بیدار می شدم دیگه صدای قاشق چای خوری توی لیوان نبود. دیگه اون صدای بچهش می گفت که کیان بیا بازی کنیم توی گوشم نمی پیچید. رفتم سر کار ولی دلم نبود. مردم می اومدن، کتاب می خریدن، من فقط نگاهشون می کردم. همش منتظر بودم در باز بشه. سارا بیاد و بگه پشیمون شدم. ولی نه در باز شد، نه گوشی زنگ خورد، نه پیام اومد. یه شب نشسته بودم تو همون اتاق، چراغ خاموش، یه سیگار نصفه لای انگشتام. زل زده بودم به سقف. یه دفعه فهمیدم همه تلاشام، عشق، جنگیدن، پناه شدن، موندن و بله گفتن همش بی نتیجه بود. فهمیدم سارا با همه دوست داشتناش آخرش انتخاب کرد که به خاطر بچه برگرده به همون جایی که یه روزی ازش فرار کرده بود. نه اینکه مقصر باشه، نه، ولی منم دیگه زورم نرسید. دیگه نمیتونستم منتظر بمونم. فرداش وسایلمو جمع کردم و همون کیف کوچیکی که 1 سال پیش باهاش از خونه زدم بیرون، همونو برداشتم. نگاهی به اتاق انداختم، به اون آینه کوچیکی که روز عقدمون گذاشته بودیم روی سفره، به اون عکس 3 نفرمون که روی تاقچه بود. آروم گذاشتمش توی کیف، نه برای خاطره، برای فراموشی. رفتم ترمینال، سوار اتوبوس شدم و سمت شهر خودمون. همه ی راه و ساکت بودم. هیچ کس نگاهم نکرد. هیچ کس نپرسید چرا اینقدر خستم. ولی توی ذهنم 1000 بار مکالمه هام با سارا رو مرور می کردم. 1000 بار صداش می اومد که می گفت تو که باشی می ارزه به همه سختی ها. ولی الان دیگه هیچی نمی ارزید. وقتی رسیدم آسمون گرفته بود. یه جوری که انگار آسمونم حال منو داشت. رفتم خونه. درو که زدم مامان باز کرد. چشماش گرد شد. نه از خوشحالی، نه از تعجب. یه چیزی بین هر دوش. گفت کیان. لبخند تلخی زدم و گفتم سلام مامان. اگه هنوز جا هست میتونم چند روز بمونم. چیزی نگفت و گفت معلومه. معلوم بود این همه وقت کجا بودی. فقط درو باز کرد و کنار رفت. رفتم تو و نشستم همون گوشه اتاق بچگیام. بابا اومد و نگاهم کرد و گفت چی شد؟ اون زنی که اینقدر براش میمردی کجاست حالا؟ نگاهش نکردم و فقط گفتم اون دیگه دلش برای من نمیتپه. برای بچهش داره زندگی میکنه. هیچی نگفت و رفت. من موندم با یه دل شکسته و یه عشق ناتموم و یه خونه‌ای که یه روز فکر میکردم دیگه خونم نیست، ولی حالا تنها جایی بود که میتونستم توش بشینم و اشکامو قورت بدم. دوستان عزیز،
امیدوارم از این داستان لذت برده باشین. دوستان، ما برای جمع‌آوری و ضبط و پیدا کردن این داستان‌ها زحمت زیادی می‌کشیم. لطفاً برای حمایت از ما هم که شده لایک کنید و برای همیشه ازمون حمایت کنید. دوستتون دارم. تا یک سرگذشت واقعی و جذاب دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.